دوست دارم هیچ کاری نکنم. این جمله‌ایه که نمیتونم به کسی بگم توی زمونه‌ای که هر جا سرک میکشی یکی پیدا میشه که برای زندگی بهتر نسخه بپیچه. توی جهانی که حرکت رو به جلو منطقی و الزامیه، نشستن روی مبل زوار در رفته، خیره شدن به دیوار استخونی رنگ روبرو، صفحه سیاه LCD، سایه خودم روی دیوار از بازتاب نور کمجون آباژور و فکر کردن به هیچ چیز و همه چیز یه بتالت غیرقابل بخششه و من باید اشتیاق به این بتالت رو از هر کسی پنهون کنم. پس روی دوتا پام وامیستم و مثل شماهایی که توی این زندگی کوفتی به چیزی، کاری، هنری علاقه‌مندید، راه میافتم توی خیابونا و کوچه‌ها و ساختمونا پی رشد، پی رفاه و همینطور که دارم بین مهندسا، عکاسا، دکترا، منشیا، کارمندا، کارگرا، نقاشا، باغبونا، نویسنده‌ها و هر کسی که علاقه‌ای رو دنبال میکنه وول میخورم، حواسم هست که هیچ کدومتون نفهمید من به هیچ کاری اونقدر که باید علاقه‌ای ندارم. که البته هیچ چیزم که نه، فقط به یه چیزی علاقه‌مندم و اونم هیچ کاری نکردنه. و حالا که دارم اینا رو می‌نویسم به این فکر می‌کنم عجب کاراکتری میتونست باشه برای داستانی که متاسفانه علاقه‌ای به نوشتنشم ندارم. و توی این زمینه اونقدر مکار و با سیاست شدم که همیشه توی جیبم جواب آماده‌ای دارم برای سوال چه آرزویی داری که توی موقعیت مورد نظر سر و ته قضیه رو مثل یه آدم امیدوار آرزومند هم بیارم. یه بار جرأت کردم و از این علاقه شرم‌آور و ممنوع به تراپیستم گفتم و جوابش این بود که یکی از نشونه‌های افسردگیه و اون وقت بود که فهمیدم جهان روانشناسی هم با همه درک و همدلیش به این علاقه به چشم اختلال نگاه میکنه. پس چاره‌ای ندارم جز این که روی پاهام بیستم و برم که شاید بخشی از طلبم و با نرمال بودن تصفیه کرده باشم. اما توی تمام لحظه های دویدن و سگدو زدنام ثانیه ای نبوده که به هیچ کاری نکردن فکر نکرده باشم.